ساله‌ای ساکن شهر سغدیان نویه مشچاب که پیش با ماده 200 کودکس جنایتی تاجیکستان با جرم قاچاق مواد مخدر صادر شده است. این باره با گمان سوءقصد به آدمکشی دستگیر کرده شد. وزارت کارهای داخله گفت که او شب 31 ایول تخمین ساعت 23:50 از روی خصومت شخصی به خانه ساکن 33 ساله شهر بوستان آمده با کار چند مرتبه بر روی و گردنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزنه جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. جوان 19 ساله ساکن نویه دنغره به آن گمان بر می شود که شام 17 ایول ساعت 20:40 در نزد بینای هشتم کوچه باباجان غفورов شهر دوشنبه با روی آشکارا از دست جوانزن 25 ساله ساکن نویه سینا تلفن موبیلی تمغه ردمی 5 را کشیده گرفته و او به مبلغ 1800 سومونی ضرر رسانیده است. زن 31 ساله ساکن جماعت دهات فیروزه نویه ناصر خسرو با آن گمان بر می شود که روز 1 آگوست از میز فروش طلاواری مرد 33 ساله ساکن جماعت جلیکول نویه دوستی در بازار برکت جواهرات گوناگون طلایی را به مبلغ 5180 سومونی دزدیده از جای حادثه غیب شده است.